بینندگان عزیز، همه قسمی که مطلع هستین قراره که یکی از بزرگترین کنسرت های شهر ونکوور به زودی در شهر ما برگزار بشه. به خاطر همین از دینا جان صافی دعوت کردیم که تشریف بیارن و توضیحات راجع به این کنسرت برای ما و شما بدن. دینا جان سلام عرض میکنیم خدمت شما. خوب هستین؟ سلام فاطمه جان، تشکر. شما خوب هستین؟ شکر خدا. سلام برسد به بینندگان عزیز. تشکر از آمدن شما به تلویزیون کاروان. راجع به این کنسرتی که صحبت کردیم، راجع به با بینندگان میخواستیم که معلومات بیشتر بگیریم از خدمت شما. میشه برای ما بگین که این کنسرت از طرف چی ارگانیزیشن برگزار میشه؟ بله، این کنسرت از طرف روز انترتینمنت برگزار گرفته شده در ونکوور و در کالگری. در کالگری هم برگزار شده. به چه تاریخی این کنسرت برگزار میشه و محل برگزاری این کنسرت کجا هسته؟ در شهر ما در ونکوور در تاریخ 19 اکتبر دمی شهر نیو وستمینستر تیتر ماسی تیتر که است کانادا وی و در 8th Avenue در تاریخ 19 اکتبر که روز شنبه مفته ساعت 6 بجه. به کالگری هم هستی این کنسرت؟ به کالگری در تاریخ 18 برگزار میشه. صحیح. خب برای ما بیشتر توضیح بدین که چی کسایی به این کنسرت اشتراک میکنن، کیا برگزار کننده و در کنسرت اجرا دارن؟ در این کنسرت قسمه که نامش حتما شنیدین زلمه جان یارا، بله، که کمدین بسیار موفق و مشهور کشور ما هستن و بسیاری نفر دوستشان داره، فقایایشان بسیار دوست داره. بسیاری وقت شده که نامدن در ونکوور، من فکر میکنم چند سالای بسیار پیش آمده بودن. صحیحه. و دیگه ادریس جان سجدی که خواننده جوان، خواننده بسیار موفق هستن، از سویدن هستن، از سویدن من. بله. خواندنهای خود بسیاری وقت لایو میخوانن، بسیار خوب خواننده هستن. بله. و دیگه هارز محتاج از تورنتو میاین. بله. شب بسیار جالب و به خاطر ماندنی هسته. بله. شب بسیار خوبه می باشه انشالله. به خیر و خوشی. خب دوستای ما چی رقم میتونن تیکت های خود تهیه کنن، از کجاها و راجع به قیمت تیکت ها برای ما توضیح بدین؟ تیکت ها در فروشگاه افغان هستن که بینندگان میتونن برن بگیرن تیکت های خود از اونجا و قیمت تیکت ها از $20، $35 و $50. تیکت های خود خوبتر است که پیش گرفته شود، بخاطر که در شب کنسرت که اگه بخواین تیکت بگیرن در تیتر $10 زیادتر است قیمت تیکت. صبحشون قیمت تر تمام میشه و دیگه سیت سلکشن شون بسیار کم میباشن، بخاطر که چویس چوکیشون کم میباشه. پیش اگه بگیرن تیکت های خود خوبتر میشه، بخاطر که خانواده میتونن که یک جای بشینن، چون شب کنسرت احتمالی هسته که کنار هم دیگه نتونن بشینن. بله. اوکی، پس زودتر تهیه کنن حتما. چرا نیم. خیلی خوب دینا جان، ما شنیدیم که با اون شب نان حلال افغانی هم هسته موجود می باشه. بله، نانم تهیه شده و قیمت های نانم بسیار مناسب است. میتونن که دوستای ما از موجه نان بگیرن، خانم ها میتونن که شواف بگیرن، آشپزی نکنن، بله. درسته، چون همین چیز هسته که دوستای ما بیشتر به حالت خانوادگی میاین، همراه فامیل خود، همراه اولادای خود میاین، پس قیمت های نان به قسم مناسب هسته که همه بگی بتونن نان مناسب تهیه کنن. اما تو ما شنیدین که قیمت های نان مناسب است و نان حلال است. خوشمزه. ما پختهش نکنیم، حتما خوشمزه است. حتما هست. نان افغانی همیشه مزه‌دار، خوشمزه، بدون تعریفی. خب دینا جان، وقتی که گپ از کنسرت میشه، اولین چیزی که به ذهن هر کس خطور میکنه راجع به سکیوریتی هسته. بله. به خاطر سکیوریتی مجلس چه اقداماتی و چه هماهنگی گرفته شده؟ سکیوریتی راستی هم بسیار یک چیز ضرور است. در این کنسرت سکیوریتی از طرف سکیوریتی کمپانی هایر شده
و دیگه هم پلیس ونکوور موجود است و در تیکتا هم نوشته است که کنسرت نان الکلیک است. اگر خدای نخواسته کدام بی اتفاقی یا چیز گپ خدای نخواسته پیش شود، پلیس ونکوور همی گپ است که کسانی که مزاحمیت کنن و را بیرون میکشن از کنسرت. بیرون. خیلی سیه. پس دوستای ما خانواده ها هیچ تشویشی نداشته باشن. تشویش نداشته باشن. راحت بیان. بله وقت عید است. اتفاقا مصادف هم میشه با عید سید قربان. بله. به تاریخ 19 خیلی خوبه. چرا نه؟ وقت خوبه در ایام عید. اوقات خودش خوشه انشالله که داره هم داشته باشیم. و این کنسرت قبلا از طرف روز اینترتینمنت قبلا هم برگزار شده. میشه برای ما بگیم به کجا برگزار شده بوده و چی رقم از این کنسرت استقبال شده بوده؟ این کنسرت سویدن هم گرفته شده بود و دیگه در تورنتو هم. سویدن قریب 600 نفر و در تورنتو 2500 نفر بود. بسیار خوب تیر شده و در اینجا انشالله که خوب میشه، انشالله که هسته، انشالله دوستای ما هموطنای ما میآین و اشتراک میکنن و از کنسرت زلمه جان آرا استقبال میکنن. انشالله که خاطره خوب و خوشی رو برای همگی ما به جا میگذارن. خب دینا جان، اگه دوستای ما سوال بیشتری داشتن چه قسم میتونن بکنن؟ دوستان میتونن یک سوال یا باباره تکت یا باباره کنسرت چیز داشته باشن، میتونن که دمی نمبر که در پایین سکرین تلویزیون است میتونن زنگ بزنن. نمبر است 788-548-5410. میتونن زنگ بزنن و معلومات بیشتر بگیرن. چرا نه دوستای عزیز، به زودی زود تکتای خورد تهیه کنین و انشالله که شما رو در شب کنسرت میبینیم و انشالله که اوقات خوب و خوشی رو در کنار هم دیگه سپری میکنیم. تشکر میکنیم از دینا جان و تشکر میکنیم از شما. تشکر از شما بسیار زیاد فاطمه جان. تشکر از بینندگان عزیز و تشکر بسیار زیاد از تلویزیون کاروان. باز بخیر میبینیم تا در کنسرت انشالله که میبینیم. پس تا وقت دیدار، با امید دیدار. خداحافظ.